تفکر درباره یک موضوع، تولید یک ایده. معلمتان گفته که یک سخنرانی در صنف ارائه کنید و توضیح داده که سخنرانی باید شامل چی چیزایی باشه، اما انتخاب موضوع به عهده خودتان است. در مورد چی چیزی باید صحبت کنید، چطور میتونید موضوع را پیدا کنید، چطور میتونید نترسین و بهترین سخنرانی را ارائه کنید. آرام باشین، ما کمکتان میکنیم. 3 روش رایج برای تولید ایده موضوعی وجود داره: بارش فکری، نقشه ذهنی و نوشتار آزاد. ما هر کدام از این روش‌ها را به همراه چند نکته اضافی بررسی میکنیم و به شما فرصت تمرین میدیم. پایانی بخش خواهید دید که پیدا کردن ایده خوب بسیار آسان است و میتونید سخنرانی بعدیتان به خوبی انجام بدین. فکری به این معنی است که به طور خودجوش هر ایده که برای پاسخ به یک سوال به ذهنتان میرسه یادداشت کنین. برای مثال ممکن است به این فکر کنید در مورد چی چیزی باید سخنرانی کنم و سپس به مدت 2 دقیقه ایده که دارید لیست چیزی را حذف نکنید، حتی اگر احمقانه به نظر برسه. شما هرگز نمیدانید الهام از کجا میآید. بارش فکری لیستی به شما تهیه میکنه که میتونید موضوعات خود از او باز انتخاب کنید. نقشه ذهنی یک نمودار تصویری از یک ایده است. روش زمانی مفید است که موضوع را انتخاب کردید اما نمیدانید چقدر دربارش میدانید. برخلاف بارش فکری که در آن همه چیز به طور تصادفی ایجاد میشه، نقشه ذهنی به شما اجازه میده ایده خود را حول یک مفهوم یا موضوع مرکزی دسته‌بندی و مرتبط کنید. برای مثال اگر بخواید درباره رستوران سخنرانی کنید، نقشه ذهنی شما ممکن است این رقم باشه. انواع رستوران ها را همراه غذایشان مشخص میکنین. نقشه ذهنی نشان میده که هم اطلاعات شما چگونه با هم مرتبط هستند تا بتوانید اطلاعات خود سازماندهی کنید. نوشتار آزاد دقیقاً نمایش. با استفاده از قلم، کاغذ یا کامپیوتر تایمر را بر خود 5 دقیقه تنظیم کنید و هر چیزی که به ذهنتان میرسه به صورت جمله و پاراگراف بنویسین. شروع کنین که فکر میکنم سخنرانی ما درباره سگا انجام بدم چون 2 تا زو دارم و به نظرم از پشک‌ها که خوبتر هستند. پشک‌ها هم خوب هستند و جالب هستند، اما فقط ادامه بدید تا تایمر تمام شود. نوشتار آزاد باعث میشه ایده ها به راحتی جریان پیدا کنند و همچنین آنها را به خوبی سازماندهی میکنه. حالا تمرین کنیم. یکی از 3 روش تولید ایده را انتخاب کنید. هر چیزی که مربوط به سگاست نوشته کنید تا اگه احمقانه به نظر برسه. آماده هستین؟ حالا ویدیو را متوقف کنین و لیست خود بنویسین. وقتی آماده شدین دوباره ویدیو را پخش کنین. لیست شما چه رقم است؟ پر از ایده است؟ اگر نیست نگران نباشین. این نیاز به تمرین داره. دوباره امتحان کنین و ببینین چطور پیش میره. وقتی موضوع کلی خود انتخاب کردین، ما چند پیشنهاد برای محدود کردن او به چیزی که میتونه یک سخنرانی کوتاه پوشش داده شود داریم. ما توصیه میکنیم تحقیق. ببینید دیگران در مورد موضوع شما چی گفتند. سوال سازی و روزنامه نگاری. با پرسیدن سوالات مثل چی کسی، چی چیزی، کجا، چی زمانی، چگونه و چرا محتوای خود دوباره سازماندهی کنین. مشوره با یک متخصص. با یک فرد متخصص در این زمینه مصاحبه کنین تا ببینین چی چیزی برای آنها جالب است یا مردم درباره چی چیزی علاقه دارند بدانن. اگر نوزم گیچ هستین و نمیفهمین چگونه موضوع خود محدود کنین و خرد بسازین، مخاطباتان در نظر بگیرین. چه کسایی هستند؟ چی چیزی را در مورد موضوع شما میخوان بدانند؟ به چی چیزی علاقه دارند؟ چی چیزی را میتونن یاد بگیرن؟ چه تصاویر برشان جذاب خواهد بود و میخواهید با چه چیزی از سخنرانی بیرون براین؟ مثلا میخواین یک سخنرانی درباره یک روز جمعه مگی در طبیعت برنه ارائه بکنین. مخاطبان شما هم صنفیایتان هستند. 30 ثانیه بعدی را صرف نوشتن چیزی کنین که ممکن است او دوست داشته باشند بدانند. ما منتظر میمانیم. حالا ویدیو را متوقف کنین، لیست خود بنویسین. وقتی آماده شدین دوباره ویدیو را میتونین روشن بکنین. این لیست ماست. لیست شما چطور است؟ مهم نیست اگر یک رقم نیستند. همه مخاطبان متفاوت هستند. چیزی که مهم است که دیدگاه آنها را هنگام نوشتن در نظر بگیرید تا سخنرانیتان قوی تر شود. آخر مطمئن شوین که منابع خود ثبت کردین. یادداشت برداشتن از چیزایی که هنگام تحقیق یا مصاحبه میخوانین به شما کمک میکنه یک فهرست منابع دقیق تهیه کنین. ثبت نکردن یک منبع سرقت ادبی نامیده میشه. حالا که موضوع خود دارین میتونین نوشتن پیشنویس سخنرانی خود آغاز کنین. باید داشته باشین همه ایده‌های عالی دارن اما تا زمانی که نوشته نشن وجود ندارن. ایده میتونن به صورت خاطرات فراموش شده تبدیل شوند. زودتر شروع به نوشتن کنید و همه چیز یادداشت کنید تا اگر اکنون به اهمیت به نظر برسد شما هرگز نمیدانید الماس بعدی از کجا خواهد آمد. همین بود. شما آماده هستین تا ایده‌ای بر سخنرانی بعدی خود تولید کنین. باید داشته باشین این تکنیک‌ها یا روش‌ها به همون اندازه که برای یک مقاله تحقیقاتی یا وظیفه خانگی مفید هستند با کم تمرین به زودی حرفه‌ای میشین. شما بخش تفکر درباره موضوع تولید ایده را کامل کردید. مبارک.